سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 4 نوامبر همراه شما. در سودان جنوبی یک هواپیمای بارکش سقوط کرد که به نام شرکت در تاجیکستان ثبت شده است. تلویزیون‌های محلی نوار سقوط این هواپیما در کنار فرودگاه را نشان دادند و گفتند در نتیجه فلاکت کمش 30 نفر هلاک شدند. نرزقل همرایف مدیر شرکت ایجا ایرویز روز 4 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که در واقع هواپیمای ان-12 در همین روز در سودان جنوبی سقوط کرده است، ولی هیچ یک از مسافران و یا خلبان‌های هواپیما شهروندان تاجیکستان نیستند. او گفت سبب‌های سقوط هواپیما هم معلوم نیست. حق استفاده هواپیمای باربری ان-12 را شرکت ایجا ایرویز به یک شرکت هواپیمایی ثبت شده در امارات متحده عربی داده است. مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند خبرها درباره جمع آمدن جنگجویان گروه دولت اسلامی در مرز با افغانستان واقعیت ندارد. محمد اولو خواجیف نماینده سرریاست نیروهای مرزبانی روز 4 نوامبر بر رادیو آزادی گفت هرچند در آن طرف مرز عملیات نیروهای دولتی افغانستان به ضد طالبان ادامه دارد، ولی تجمع جنگجویان دولت اسلامی در نزدیکی های مرزی تاجیکستان بی اساس است. از این پیشتر اناتولی انتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در همایش امنیتی در شهر کوالالامپور مالزی گفته است گروه دولت اسلامی در 25 ولایت افغانستان فعال شده است و جمع شدن جنگجویان گروه در مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان روسیه را بسیار به تشویش آورده است. مقامات انتظامی ترکیه گفتند 9 عضو گروه افراطی دولت اسلامی را با اتهام طرحریزی حمله مرگ طلبانه دستگیر کردند. مقامات ولایت غازیانتپه در جنوب ترکیه گفتند این افراد را هفته گذشته دستگیر کردند و از آنها نارنجک، مواد ترکنده و سلاح گرفتند. دادستان‌های ترکیه گفتند حمله خونین به شهر انکره که ماه گذشته 100 نفر را کشت کار دست حلقه گروه دولت اسلامی در ترکیه بوده است. و شاهده یعقوب خبرنگار تلویزیون نسته شوریه چند پیش از ترکیه برگشت و همکارم اسکندری خواجه میرزاده با او صحبت کرد. پارلمان تاجیکستان قانون درباره ادوکات ها را اصلاح کرد و بر اساس آن از این بعد ادوکات یا وکیل دفاع پیش از آغاز کارش باید در وزارت عدلیه امتحان سپارد. در جلسه پارلمان روز 4 نوامبر شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان گفت شماری از حقوقدانان از تغییر علاوه ها به این قانون ناراضی هستند. با گفته بعضی از وکیلان مدافع قانون نو فعالیت آنها را محدود می‌کند و مستقلیتشان را زیر سوال می‌گذارد. اما رستم شامراد وزیر عدلیه به وکیلان مردمی گفت هدف تغییر قانون نکشیدن لجام ادوکات‌ها بلکه بالا بردن سطح تخصصی آنهاست. سخن درباره مسئولیتی بیشتری کارمندانی که در محکمه کار می‌کنند و در برآوردن عدالت سودی و مسئولین دولت فعالیت می‌کنند درباره این و منطقاً درست می‌شود که شخصی که سالمندی می‌کند این مسئولیت بیشتر دارد و باید فعالیت خود و سالمندی می‌کند. قانون درباره ادوکات ها در حال اصلاح شد که به گفته سازمان های حامی حقوق در 2 سال گذشته در تاجیکستان وکیلان مدافع به مانند شهرت قدرتوف، فخرالدین زاکیروف و بزرگ مهر یاروف که در بررسی پرونده های پر سر و صدا شرکت داشتند بازداشت شدند. با اشاره به این برخی از صاحب نظران میگویند مقامات میخواهند با اصلاح قانون از وکیلان گپ نادرا خلاص شوند. و در شهر دوشنبه محفل شعر گلنظر کلدی شاعر معروف تاجیک و مؤلف سرود ملی تاجیکستان برگزار شد. در این محفل که در تالار اتفاق نویسندگان صورت گرفت اهل ادب و زیایان کشور حضور داشتند. من هم شمالی گفتم که در این 21 سال در برابر دیگر سیاست ها در برابر دیگر کارهای فرهنگی همه سرود برای متحد کردن مردم، برای بلند برداشتن روحیه وطن دوستی، وطن خواهی، برای حفظ وطن خدمت‌ها کرد. شاعر گلنظر امسال به سن مبارک 70 رسید و چندین مجموعه شعر به مثل نردبان و پهنا دارد. اشعار ادیبان روس را هم به تاجیکی برگردان کرده است. صحبت مفصل با گلنظر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.